نمایشگاهی که در حال حاضر در مجمع دولتی کاخ باربد برگزار گردیده و برپا شده است متشکل از 56 شرکت افغانی و همینطور 17 شرکت ایرانی هستند که در این نمایشگاه در حال حاضر تشریف دارند و حضور دارند و عرضه کالاهاشون در بخش‌های صناعتی، خوراکواری، پوشاک، صنایع دستی، هنرهای هدایا، تحفه‌ها و همینطور بخش‌های صنایع ساختمانی هست. هدف از برگزاری نمایشگاه برقراری ارتباطات تجاری و روابط بین تجار کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان، کشورهای فارسی زبان است و امیدواریم که تشکیل شدن این نمایشگاه بتونه کمک خوبی رو به گسترش روابط این سه کشور داشته باشه.